همان روزی که زن را آفریدند، گلی نازی چمن را آفریدند، به قد قامتش اندازه کرده سپس سرو و سمن را آفریدند. درود به شما عزیزان ارجمند. برنامه نوبتی هدیه زندگی منظور شما این بار مهمان عزیز برنامه ما هستند. بانده شناخته، روزگار دیده، دنیا دیده، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، روزنامه‌نگار بی همتا، شاعر ممتاز لطافت کنجاییوه. لطافت کنجاییوه روزنامه‌نگار شناخته، نویسنده خوش سلیقه تاجیک، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان است. با تخلص شاعری صبرین مشهور است. لطافت کنجاییوه 8 ایون سال 1950 در ناحیه قانچی امروز دیوشتیچ ولایت سوخت تولد شده است. بعد ختم مکتب میانه رقم 1 ناحیه سال 1967 به دانشگاه دولتی تاجیکستان داخل می شود، یعنی حالا دانشگاه ملی تاجیکستان. او شعبه ژورنالیستیک دانشگاه دولتی تاجیکستان را با دیپلم اعلی ختم کرده در کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان شعبه ادبی دراموی فعالیت کرده است. فیلیالی در تاشکند بوده انستیتوت رادیو و تلویزیون اتفاقی را سال 1972 ختم نماید. از سال 1981 به حیث سردبیر در مجله جوانان و نورسان استقبال یعنی سابق مشعل کار میکند. سال 1996 نزد مجله تشکیلات کودکانه صاحب استعداد جمهوریوی را با نام استقبال تأسیس می‌دهد که آن سال 2008 نام تشکیلات جمعیتی بین المللی را صاحب شده. سروری این تشکیلات را لطافت کنجاییوه به ذمه می‌گیرد. وقتی که شما 17 ساله بودید همچون یک غنچه راست، یک گلی ناز پرواز کردید سوی دوشنبه شهر و هرگاه که به زادگاهتان می آیید به ناحیه غنچی یعنی دیوشتی که امروزه یک بال و پر می زنید و خوجند مهمان می شوید. البته از چکامه شما، از ایجادیات شما که همگان تشنه آن هستند برخوردار می شوند. امروز یک محفل زیبا آراستید و مطمئنم که خسته نشدید و از شهد غزلهای ناب خودتان و از مخلصانتان شما سرگرم شدید. من میخواستم که این لحظه بابت همان دوره های جوانی که امروز برای جوانان خاصتا برای مخلصان شما شاید شنیدنش برای آنها یک ذوقی بخشد، احساسی گوارا بخشد. مرحمت. بله بانو جان، امروز یک محفل داشتیم بخشیده به سالگرد عمر و محفل ما در قصر ناحیه دیوشتیچ برگزار کردید. آن جایی که آن خاکی که قدمگاهی که من به دنیا آمده بودم. بله. در اونجا خانه ما بود، خانه پدری ما که یک باغ کلان زیبایی داشتیم. وقتی که من در همون صحنه می ایستادم یاد از همون کودکی های خود کردم. بله. میدونید من مادر خود را یاد ندارم، اون کس در 1 سالگی من گذشتم. پدری خود را هم یاد ندارم، اون کس هم گذشتن بعد مادر. وقتی که ما دو یتیم میمونیم، من و خواهرم صباحت، من 2 ساله و 4 ساله بود و یک برادر ما که اونگاه در خدمت حربی بودن. بعد اون که ما در اینجا یتیم موندیم، حکومت دولت را از خدمت حربی آزاد میکند و او به عهده خود میگیرند، به تربیه ما مشغول میشود. همین ها به یادم آمد که از اینجا ما چخیل خانه نو بنیاد کردیم با برادرم. یادم آمد که چگونه ما با برادرم خیشت میریختیم، در قالب ها و خانه نو بنیاد کردیم
چون برادرم دیگر متکایی نداشت، یگانه من بودم. خواهرم اونگاه الکی در دانشگاه طب میخواند صباحت و تا تمام کردن صنف 10 من در اونجا همراه برادر با الکی خانه خود را ساختیم. و بعدا یادم آمد همون لحظه ها که وقتی خانه می ساختیم، این همه تصویرها، این همه قصه ها در نامه، در کتاب نامه به برادر من. بله، این کتاب قسم اولش سال 2010 چاپ شده بود. بعدا بعد وفات برادر قسم دومی آن را با نامه آخرین به انتها رسانیدم و همین ها همه پیش نظر می آمدن. اون جایی که قصر فرهنگی که من امروز برآمد می کردم، اون یتیمکی که بعدا مکتب خوان شد و اولین حکایه، قصه، خبرهایش در روزنامه های اون وقت پیانیر تاجیکستان بود، امروز هم باز اون وقت مشعل بود، چاپ می شدن و هرگز من گمان نمی کردم که در همون مجله که بار اول نوشتجات من چاپ شد، بعدا من به دوشنبه می آیم و سردبیر همین مجله شده. 45 سال این وظیفه را به عهده می گیرم. بعد از زندیات شاعره محبوب ما استادم گلچهره سلیمان، موجوده حکیموه، استادم گلچهره سلیمانی هم در همین مجله کار میکردن. آنها کسب حیثی خوب مدیری شعبه. بعدن باز یادم آمد که چگونه من از همین یک درگاه، از همین یک خانه پدری به مکتب می رفتم و همیشه تشنه کتاب بودم. یعنی فقط با خواندن کتاب وقت میگذرانیدم. بعدا شاعران محبوب ما باره امینجان شکوهی که استاد من بودن، عبدالملک بهاری و محیدین فرهد باره به مکتب ما مهمانی آمدن و همونجا که من بار اول شعر خود را خوانده بودم و همون وقتی که بعد این ملاقات ها من اولین بار به نوشتن شعر آغاز کردم، با غرض از مقاله و خبر و حکایه و افسانه ها و همین باعث شد که مهر و اون نوشته های چاپ شده من وقتی که از خود پایتخت برای من تحفه ها میفرستادن، کتاب ها از خود پایتخت بار اول من برای نوشتجات خود حق قلم گرفتم و الکی با اون مبلغ میتوانستم کتاب بخرم با دوستان خود خب مکالمه کنم. یعنی در صحیفه های روزنامه که مقاله هایم چاپ میشدن آنها به ما مکتوب می نوشتن. همچنین یادم آمد لحظه های بسیار هم رقتناک که وقتی که پدر سرتان نیست، وقتی که مادر در برتان نیست، آغوش گرم مادر، نوازش های مادر را نمی بینید، همیشه یک میخواید دوستی پیدا کنید و این دوستی شما حتما کتاب. و هرگز من گمان نمی کردم که بعد این قدر کتابخوانی ها، بعد این قدر آموختن ها، محبت به کتاب و شعر، من روزی می شود که خوب سردبیر همین مجله می شوم و باز راهنمایی میکنم شاگردای خودم را برای شعر نویسی، برای خوب کلام زیبا، برای سخن والا. لطافت کنجیوه هنوز از دوره های مکتبی مشق شعر می کرد و شعرهای بچگانه می نوشت. نمونه های شعر و حکایه های لطافت کنجیوه زیاده در مطبوعات دور، در کتاب تذکیره ادبیات بچگان و چندین مجموعه دست جمعی به تب رسیدند. کتاب لطافت کنجیوه صندوقچه مروارید آراسته از تیزگویی کوچستان و بازیجای و کستان ها در شکل شعر برای بچگان ایجاد شده سال 1997 به تب رسیده است و این کتاب با توصیه وزارت معارف جمهوری تاجیکستان سال 1998 چون دستور آموزشی برای مکتب میانه تصدیق شده است.
مکتبچگان تاجیک از این کتاب زیاده استفاده می نمایند که گواه آن 3 مراتبه نشر شدن این کتاب می باشد. باید گفت که لطافت کنجی و شاگردانش را در روحیه ایجادکاری خوب تربیت کرده است که امروز هر یکی آنها صاحب مکتب گشتند. امروز در حق شاگردان من خیلی زیادن. بله. الکی آنها صاحب کتاب هستند. ما نزدیک 5 نفر کتاب شاگردان خود را چاپ کردم که اینها انوشیروانی، علیشیر، سنت الله. باز به نزدیکی ما یک مجموعه نثر نویسان جوان را چاپ کردیم که من خیلی میبالم که من توانستم یک حصه گذارم برای انکشاف ذهنی آنها، برای استعدادشان دستگیری کردن. این کتاب ستاره بزم نام داشت و 10 نفر نثر نویسان اینجا هستند و یکی از آنها صبرینه نورالله که خیلی افسانه های زیبا می نویسد، حکایه های خوب می نویسد. من گمان میکنم یکی از نویسنده های خوب تاجیک شده می تواند. بله. شما در جاده شعر، سخن از پس خود هزارها جوانان را، نورسان را گرفته بردید و بسیار آنها هوس هم میکردند، آرزو هم میکردند که مثل شما باشند و امروز اگر در همین جاده، در جاده قلمکشی آنها موفق شده باشند، نقش شما خیلی بارز است به این، چون که به قلب آنها، به طینت آنها مهر سخن را شما توسط قلمتان، خامتان جای کرده توانستید. اصلا همین سخن، شعر، معنویت از نگاه شما همچون یک ایجادکاری که فقط سبز گفتید و سبز زندگی کردید و خامتان همیشه سبز است. چی گفتنی دارید در همین بابت؟ در زندگی وقتی که انسان به دنیا می آید باید همچون انسان خدمت برای بله. انسان‌های دیگر کرده باشد. خود میتونم امروز با یک افتخار بگویم که یکی از آنها مثلا همین بزرگمهر بهادر است که بله. امروز صاحب 6-7 کتاب است. بله. و وقتی که میدونید اگر که قدری هم شما یک حصه گذاشته باشید برای خب کمالات استعداد همین گونه شاگردان، در دل شما یک افتخار، یک حسی قناعتمندی پیدا می شود. بله. مثلا وقتی که کتاب بزرگمهر بهادر تاجیک بودن در این سرا دشوار است، باز یک کتاب دیگری بود دارد بهر آوردن آسان نیست و این کتاب را باز هم خودم یعنی نشریات استقبال نشر کرد و این کتاب سال اعلان شدن. اینجا یک حسی افتخار در من است، یعنی من توانستم یک کوچک هم باشد کاری نیکی کرده توانستم برای پیشرفت، برای پیش بردی زندگی یک نفر به استعدادی که امروز در بین خلق الکی شناخته شد، معروف است و او را شعرهای او را مردم خوب قبول کردن، استقبال کردند، شعرهایش بسیار سرود شده است. همین است یک افتخاری گوییم انسانی که تواند دستیاری به کسی دراز کند، محراب نیکی ساخته باشد که هر روز خودش به همان رو آرد، یک آینه نیکی ساخته باشد که نه تنها حسن ظاهری شبیند بلکه در آن آینه باید اون دلش را ببیند انسان که در این دل چی بود و او از همین مهر دل چی هدیه کرده توانست. بله. آثار گرانمایه لطافت کنجی و به دستی هزارها مخلصانش رسیده است. دیگر از اثرهای نظمی و نثری لطافت کنجی و در مجموعه های لاله عروسک، ترانه ها، مرجان رنگه، شراره خاطره ها، صندوقچه مروارید، راز شبنم، موسیقه و دردانه، آهوی گسسته، نامه به برادر، گربه سامان و چوجه آرش،
قافیه بازی، مجموعه شعرها، خلوت گیسو، فرشته به نور آرزو، افسانه طلا نور، گهواره جنبان، سرگذشتی جوجه دانا، قافیه بازی قسمی 10، مرچه یکی بدنفس، ضیافت، افسانه 10، بازی روزشوکان، شکران کجایی، آچبوزی شاهانه، صدبرگی حیا و دیگران فراهم آمدند که هم برای کودکان و نوجوانان و هم برای نسل کلانسالان ایجاد گردیدند. شعر برای برخی از انسان‌ها یا قلمکشان یکی درد است. دیگر شعر را چون عشق میپندارد. سومی چون یک آفتاب که به خاندانش روشنی می‌اندازد و قلبش نور میبخشد. شعر از نگاه شما، من شعر در زندگی شما چی داده توانیست؟ بله، شعر این زندگی است. بله. شعر این زندگی که هم درد دارد هم شادی دارد. شعر این یک عالمی علوی، یک عالمی زیبایی هاست که اگر کس اونجا وارد شود حتما همچون انسانی نیک، همچون انسانی خوب میتواند در این زندگی برای دیگران منفعت آورده باشد. یعنی وقتی که شما شعر گفتید، شعر این احساس دل است، احساس و آرزوها و آرمانهای دل شاعر است که وی میخواهد به این وسیله یک زندگی زیباتری برای مردم، زندگی یک افسانوی برای مردم هدیه کند، چون که به واسطه این شعر مردم میتوانند خب برای درد خود درمان یابند. مردم میتونن خود را به شعر تسکین دهند، مردم میتوانند به واسطه شعر راه های زندگی خود را پیدا کنند. یعنی شعر کلام زیباترین است که تنها از دل شاعر میترود. بله. یعنی شعر عشق است، زیبایی است. تشکر میگم معلم ارجمند. در بابت ایجادیات شما ما حرف زنیم، در بابت آثار شما ما حرف زنیم، ساعتها کمی میکند. خوشبختانه امروز کتاب های شما، مجموعه های شعر شما، عموما افسانه های شما در نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از مرزی تاجیکستان در دولت های مترقی جهان ترجمه شدند و هواداران خیلی زیاد هم دارند. اصلا شما شعر میگویید، شعرهای کودکانه، بچگانه، کسی که عالمی باطنی خیلی زیبا و رنگارنگ دارد شعر بچگانه میگوید و در ظاهرش، در سیمایش همین زیباگی باقی میماند. امروز ما از سین و سال شما حرف نمیزنیم، زیرا که همون یک تبسمی ملیح کودکانه در سیمای شما ظاهر است، هویدا است. وقتی که کس سیمای شما را میبیند یک آفتابی که تبسم کرده را بیند. باشید معلم ارجمند، 100 ساله ها من میخواستم که اندکی در بابت ایجادیات خیش حرف میزدید که امروز همگان را، زندگی کودکان را، زندگی مردم را آفتاب باران کرده است. همینطور نه؟ من که خود ایام شیرین ترین کودکی را در خود احساس نکرده بودم. همیشه یک آرزوی، همیشه یک نیتی در دل من بود که بعد از خواندن اینقدر کتاب ها، نوشتن شعرها که محض برای کودکان باید من یک عالمی را پیش تصویر آورم، پیش آنها که زیباترین، خوشروترین این یک عالمی باشد. و همین وقتی که من با کودکان صحبت میکنم، خیلی زیاد کودکان را که دوست میدارم، زبان شیرین آنها را، خوب خیال های افسانوی آنها را، سوال و جواب های به آخر آنها را، همیشه در وجود من یک احساس میباید که این کودک است. یعنی باید در ذهن وی ما چرا جای کنیم تا این کودک در آینده
انسانی خوب، انسانی سزاوار بوده تواند. بنابر همین همیشه در شعرهای من وصف طبیعت، وصف وطن، مادر و اون حتی حیواناتی که در خوب کشور زیبای ما هستند در بر گرفته شدند و اینها در دل کودک همیشه مهر به خاک وطن، مهر به انسانها، به مردمی تاجیک، خوب به اولادها، به اجدادها که امروز به ما میراث خیلی غنی گذاشتن در اینجا افاده میکند. مثلا یک طبیعت زیبای مثل گلهای نازنین که یک ناحیه زیباترین کشور ما هست، خاولین در جنوب خوب کشور ما، و ما در یک مهمانی فستیوال اونجا بودیم با خوب شاعر بسیار محبوب کودکان یوسف جان احمدزاده و دیگران، و همراه وقتی که از راه پایان آمدیم و یک سری راه بسیار گلهای زیبای طبیعی، گلهایی که اونا رستند از طبیعت و خیلی زیباترین هم بودن چون که گلهای خود را خیلی زیبا میشون و اطراف آن آروها چرخ میزدن. همینجا یک بداهتاً به اختیار آروهای خاولین ببینیدن چقدر زیبا، بعد صدا دارن غین غین غین. بداهتاً همین یک 4 مصرع شعری همینجا تولید شد که امروز کودکان خیلی دوستش میدارن و از یاد میدونن. اون غین گو غین گو غین گو غین، آروهای خاولین گل خورده کسل شدن، آروی اصل شد. آفرین. یا خودمین برای اون که کودک در دلش همین مهر داشته باشه نسبت به طبیعت و حیوانات و آنها را آینده حفظ کند، تواند برای آیندگان خود این دنیای زیبا، کشور زیبا، طبیعت زیبای خود را به میراث گذارد. همین گونه خیلی شعرهای هستند که هم برای کودکان هم برای همین تربیه اخلاق آنها، یعنی فضیلت های خوب و زمینه میگذارد. مثلا به مرغکان بیشه یاد دهد همیشه، شان سرک توک توک. بله. توک آفرین. درسی حساب توک توک، آه چه عذاب. یا خود بینید که بد نفسک بدید پشه فیلی تهمتن، گفتا به حسرت این غوث گردن، ای کاش غنجه در دلک من. بد نفسک کودک اونقدر به شوق بوی و آینده کوشش میکند که بد نفسک نشود. بله. در همینجا مقایسه با خوب گوییم همه خواسته های طبیعت با همه آفریده های طبیعت اینجا، یا خود یک سیله زاغان پرد بیابان، قهر و قهر و قهر، مردم با خبر از پشتی مایان آید زمستان. ببینید اینجا کودک هم با یک ناحیه هم زیبایی خودم نظر میکند و میداند که زمستان می آید. دانش ذهنی همین رو به نظر گرفته. یک کتابچه صندوقچه مروارید من هست که چندین مراتب چاپ شد، هم به زبان‌های انگلیسی، روسی و خیلی مخلصانی زیاد دارد صندوقچه مروارید. بله بله، اون به تعداد خیلی زیاد چاپ شده بود و وزارت معارف کشور اون را همچون کتاب درسی بیرون از صنفی تصدیق کرده بودن و از آن امروز می آموزن درس. آفرین معلمه. و این کتاب هایی که من امروز برای کودکان نوشتم خوشبختانه امروز به 75 رسید. شمارشان. آفرین آفرین. کتاب قصه، افسانه، بازی ها، تزگویک ها، چیستان ها، معماها، زودیابک، حکایه ها، شعر و سرود ها. آفرین. لطافت کنجایوه بانوی زیبا خیال و زیبا آفر است. شعرهایش ترنم وطن، تاجیکستان زیبا منظری ما را با آب و رنگ خاصه تجسم می نماید. تاجیکستان من، خاک تو گنج خیز، سوپی تو عطر بیز، روی دشت و دمن لالت خندریز. ای وطن
ای وطن تاجیکستان من. قلت نقرسا، چشمت پرصفا، میوت شکرین، هر گیاهت دوا. ای وطن تاجیکستان من. کشوری خاوری، لهجه تو دری، بر تو خلق جهان می کند باوری. ای وطن تاجیکستان من. معلمه ارجمند، شما در دوران شوروی فعالیت داشتید. بله. امروز دوران گلگل شکوفتی استقلال را دیده، یعنی صاحب استقلالی وطن را دیده بالید جان می شوید. زیرا که هر یک ایجادکار قلمکش می خواهد که وطنش را آباد بیند، آزاد بیند. در فضای همین صلح و صلاح شعر گوید، سخن گوید و شما انسانی خوشبخت هستید که دو دوران را دیدید. امروز همین زیبایی های وطن را ترنم میکنید. پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان خیلی توجه زیاد دارند به شاعران، ادیبان، زیاییان، عموما آنهایی که صاحب قلم هستند، آنهایی که ایجادکار هستند و کتاب های ایجادکاران سال تا سال منتشر می شوند، روی چاپ را می بینند، البته هوسمند هم می شوند آنها. نگاه شما به این لطف و مرحمت پیشوای معظم ملت که شما هم برخوردار هستید از این مهربانی ها. در حاشیه خب اینقدر دلسوزی های جناب عالی پیشوای کشور، پیشوای ملت، من یک نیتی داشتم در دل و امروز خیلی شادم میبالم که این نیت خود را به اجرا رسانیده توانستم، چون که من بسیار آرزو میکردم که برای کودکان نه تنها شعرهای خوب و کتابهای خوب نویسم بلکه آنها را چاپ هم کنم. و امروز نشریاتی که من اونجا رئیس هستم، تشکیلات جمعیتی بین المللی استقبال که کودکانی صاحب استعداد را دستگیری میکند، امروز نشریات هم دارد با نام استقبال و تا امروز ما برای کودکان کشور نزدیک 1,700,000 نسخه کتاب چاپ کردیم که نزدیک 500 نامگوی کتاب های شعر و افسانه های ادیبان تاجیک، ادیبان دنیا و تمامی اون افسانه ها، بازی ها، مجموعه های گوناگون، حتی برای کودکای سنی تا مکتبی الف با جان، مثل من به مکتب می روم، رقم بازی، همین گونه کتاب ها به نشر رساندیم. از این من البته از اون که توانستم از خود خب رضا هستم که توانستم همین کارا و این کتاب ها رو میدونید به 11 زبان دنیا ما چاپ کردیم که امروز برای آموزش زبان ها مساعدت میکنند. امروز در همین تالار که نشستیم یک نفر برادر ارجمند ما، شاعری خوب ما، ابراهیم جان دوستعلی زاده، یک شعر ما را خوانده، اون را که خودشان ترجمه میکنند به خطایی هم خواندن. یعنی اگر اینطور گیرید، اگر اشعار من خیلی به زبانهای گوناگون از انگلیسی و خود سر کرده، از کشورهای برادر تا کشورهای دنیا و چندین زبانها نشر شده. بله، این البته بخت ایجادکاران است، بخت شاعران و ادیبان و نویسندگان ما است، اهل ادبا است، زیرا که یگان دولت دنیا امروز برای خوانندگان، برای طالب علمان، عموما برای دوستداران کتاب اینقدر آزمون‌های با نفوذ، اینقدر مبلغ‌های گران را تحفه نمی کند. پیشوای معظم ملت چندین آزمون‌های با نفوذ را روی کار آوردن که امروز هر کسی که میدان از دلیر از غالب آمد سزاواری هم تحفه هایی میشد و هم سزاواری آبرو و اعتبار. سال اول که در همین آزمون اعضای حکمان بودم، وقتی که ما بها میگذاشتیم به خب دانش و سواد کودکان،
خیلی شاد بودم که همین آزمون فروغ صبح دانایی چی خوب شد که از جانب جناب عالی و میان گذاشته شد و امروز اون کودکای ما رو وادار میکند که به اصل خیش برگردن، یعنی باز کتاب خوان شوند و مثل 7 اولاد خود و شاید از آن زیادتر باز قیمت سخن، ارزش سخن را بالاتر برند، فضای سخن را کنار نکشاتر کنند برای مردم تا زیادتر باز به کتاب رو آرند. و من شدم که نزدیک زیاد از 20 نفر شاگردان من در این آزمون پیروز گشتن، غالبیت به دست آوردن، کتاب هایشان نشر شد، از جمله کتاب نثر و نظمشان. این البته یک فرح میبخشد، چون که میدونید میگویند که بدلی بزرگ گفته است که پیش چشمی که نور عرفان نیست، در آسمان بود نمایان نیست. یعنی ما باید همیشه پیش چشم نور عرفان داشته باشیم تا از این نور ما بهره بگیریم و همیشه برای مردم خود، ملت خود، برای کشور خود یک خدمتی کرده باشیم. تشکر معلم ارجمند. البته ما در جای نشسته ایم که قلعه خوجند امروز شهرتش نه تنها در آسیای مرکزی، بیرون از آن امروز بسیار سیاحان می آیند در اینجا عکس برداری می کنند. خانه های قدیمه اینقدر زیبا آرا داده شده است که از مدنیت قدیمه خلق کهن بنیاد تاجیک شهادت می دهد و ما در اینجا نشسته صحبتی گرم می آراییم، به صحبتی پرمعنای و به صحبت شهد و شکر شما که هوا تاریک شد و ما چراغ را گران کردیم، مگس ها هم رشک کرده ایستادند. بیننده های عزیز و ارجمند ما این لحظه از لطیفی لطافت بهره‌مند می شوند، از قند پارسی کام شیرین می کنند. باشد که زندگی مردمی ما همیشه شیرین باشد. جهان از مولوی ما امروز افتخار می کند. جهان از فردوسی، از رودکی، از لایق، از فرزانه افتخار می کند. مادری تاجیک به بخت ملت ما چنین فرزندها را تربیه کنند در آینده که جایهای خالی پر شوند. و ثنا می خوانیم ما به شما برای انسانهای برومند دیار که با سخن عاطفانه خود قلبی هزاران را درخشان کردید، شعله انگیختید. باشید. شعر این یک سلسله زنجیر است که با واسطه شعر شاعر دلها را نزدیک میکند، انسانها را هم می آرد. خوب شاعر می تواند با واسطه سخن، با واسطه شعرش حتی دنیا را دیگر نه تنها گوییم خوب خود معنویات ما را. و خوب می شد که بسیار من میخواستم که کودکان از همین صحبت ها، ملاقات های شاعر و نویسندگان زیادتر بهره‌مند باشند، روبرو صحبت کنند. و خب چون این امکان را امروز ما داریم و این با یک بنیاد میگذارد در ذهن آنها که آینده آنها به علم و معرفت زیادتر رو آرند، به خوب آثار پرغناوت کلاسیکان خود رو آرند، چون که این همه یک گنجینه است، یک گنج و بی‌بها است که ما نباید آن را کنار گذاریم و از آن بهره برده نتوانیم. وقتی که ما آن را داریم، وقتی که در دیگر کشورهای خارج هوس میکنند به این غناوت ادبیات ما، علم ما، فرهنگ ما، خب عرفان ما، معرفت ما باید همین را احتیاط کنیم. ما باید رو باز به سخن والا، به سخن زیبا بیاریم که تنها همین سخن به واسطه کتاب میتواند یک تربیتگری بزرگ باشد در جمعیت ما.
بله، جهانی سپاس میگویم برای اینقدر سخنهای طلایی که با حرفهای زرین نوشته می شود. من هم در برابر دیگر مخلصان شما افتخار می کنم که با شما هم صحبت هستم. افتخار می کنم که ملت تاجیک، مادر تاجیک چنین انسانها را برای ما هدیه کردند و بگذار خامتان همیشه سبز باشد. بگذار شاگردان شما که امروز خیلی زیادن صفشان باز آفتاب باران کنند، حیات معنوی ما را، چراغ معرفت افروخته شوند در هر خاندان، در قلب ما انتظاری نو به نو اثرهای شما هستیم و این گلدسته مهر و اخلاص و سعادت و صمیمیتی خویش را ما برای شما ارزانی می داریم. تمنا می کنیم که زندگیتان گلباران باشد، شکوفان باشد و قلبتان همیشه خندان باشد. بیننده های عزیز و ارجمند، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. تمنا می کنیم که زندگی شما آفتاب باران، قلبتان از مهر سخن همیشه خندان باشد تا دیدن دیدار سربلند و سعادتمند باشید.